गो अल्लाह पाक के नामा फरीद बलूचान शहरस्तान सरावान उम्मीद करना कि अल्लाह पाक तमाम मौजाना सेहत व सलामत बकन व हिच गुनाह सख्ती व सूरी मगिंदाते मरूज़ी در مورد دندانایان خروک بورتین توضیح دهیم چون که دندانایان خروک به طریق صحیح ببرید. اول یک توضیح در مورد خرک بدهیم. خرک که شما تراشید اگر واجهانه که توانه تراشه باید ای بغل گونه پایا میزان بود، نباید جای برادرها جای بیت ها. این قسمتان چو ای پایا هم نباید باز پهن ببین نه باز کسان ببین. اگر باز هم پهن ببین ته سروز سر پوست وشن نندید، اگر باز هم کسان ببین پوست دیره. پدا این لاپ خروک به اندازه یک 60 شکمی گشتر نباید بود. ته توین سرودن ته کسانه سروزان کنالانش کسانه این لاپی را یک کمو که از 60 پرحتر بورن. این در مورد توضیح خروک. پدا شما پیتش که خروک بوره البته برای اینه که راست دست یعنی راست کار کنه. خب اول باما چوبی حالت باما بوری، باما با جهل نبوری. پدا اولی لابسیم خرک حالت کشویی گره شو به حالت کشویی گره اولی که لابسیم بوره. پدا دومی لابسیم یعنی باید در یک اندازه برک ببین نک بازش فاصله ببور. دو سهمی لابسیم این چهارمی این هم پنجمی این هم ششمی. خب ما الان چیکار تو بام لابسیم ششم پنجم الی آخر. نو پدا ایده که شما دندانه اینه که برید این دندانه باید در یک خط برک ببین، این نه یک بالا بو نه یک جهتر بو. خب نولا یک کمو که پدا بریدش که تا یک خط ببین به حالت کشویی راست برک نبین. راست برک ببین سیمان تش ننده خرک فروشد. خب این از دندانان خرک برده. این جاگه پینگوک یک که اگر دودانه که دودانه شیاره برید. این شیاران پینگوک هم باز برز نکنی مثلا چه بازش نبرید، بازش برید سیم روت آخر تا باز روت ها وش جواب نده. البته اون فقط کوک بود ساز بود بلکه ٹیپ هم دو جاگه برید به حالت کنار به کنار یک که جهل یک که بالا کم میشه برید. این طریقه صحیح بردن خروک. پدا زبانه که شما سیم زبانه که ایرکو سیم زبانش ایرکو سیم چون که قرار گه او دو دندانه است هنچه بوری بله سراش بوری جهل نبوری دندانه نه چکشم سراش بوری. این طریقه صحیح بردن خروک. امید کنم که کسانی کلیپ مورد پسند قرار بگیرید. الله گنجی رحمتانه باهوت